یه تمرین جالب، کاربردی و سریع برای داشتن دستان شفابخش. بعد از تمرین با گوی‌های سنگ‌های انرژیک که در موردش صحبت کردیم مراقبه کنید و وقتی احساس کردید ضربان قلبتون آرومتر شد، بدنتون آرومتر شد، در حالت نشسته کف دستاتون رو باز بکنید، روی پاهاتون بذارید و سعی کنید به این تصویرسازی و تجسم برسین که کف دست راستتون، حالا یا چپتون به انتخاب خودتون، داره داغ‌تر و گرمتر میشه. این مراقبه رو برای 2 یا 3 دقیقه ادامه بدین همراه با تنفس عمیق و بعد دستاتون رو بچسبونید روی صورتتون و ببینید آیا واقعا اون دستی که مد نظرتون بود داغ‌تر شده. ظرف چند روز متوجه میشه که واقعا ظرف 1 دقیقه اون دست مورد نظر داغ‌تر میشه. این مقدمه‌ایه که انرژی شفابخش در واقع توی اون دست جریان پیدا بکنه.